مصطفی چیکار می‌کنی؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو کانالمونه. داریم الان پیستونا رو تمیز میکنیم که در حال داریم رسوب‌زدایی میکنیم که ببندیم سر موتور. پیستوناش چون سالم بود میخوایم از پیستونا خودش استفاده کنیم که قرار شروع کنیم به ساخت شاسی ماشین آفرودی که قرار درست کنیم. الان در حال مونتاژ موتوریم. تا پایان کلیپ با ما همراه باشید. سیلندر یکم لبه زده، الان دارم با سنباد پولیشش میکنم یکم لباش برطرف بشه. در اصل بعد بر بخوره، اگه بریم بر بزنیم پیستون هم بعد عوض بشه، ولی چون پیستونا سالمه، این خطی هم که افتاده لبه‌ای که زده سیلندر زیاد چیز جزئی نیست، میشه با سنباد برطرفش کرد و پیستونا خودش رو استفاده کرد. الان با سنباد یکم دیگه میکشیم که لبه کمتر بشه، یعنی طوری که دیگه ناخون گیر نکن بهش، بعد که دیگه پیستونا رو بزنیم. سیلندر رو پولیش کردیم. الان میخوایم رینگا رو داخلش امتحان کنیم، ببینیم دهنه رینگ چطوره، چقدر بازه، چقدر بسته است. دهنه رینگ الان تقریبا خوبه، تقریبا الان دهنه رینگا هم خوبه. او خط داخل سیلندر هم جزئیه، اشکال نداره. این هم خطی که داخل سیلندر افتاده، این خط هم یه خط موییه، یعنی مشکل نیست، میشه ببندیم موتور رو. بچه ما همه سیلندر رو امتحان کردیم، ولی سیلندر 4 دهنه رینگش از همه بهتر بود. الان نشونتون میدم ببین چطوره. کارون امتحان کن. هر تمیزکاری دوست کامران گیریم. اینو اصلش باید با پیستون بفرستی پایین، ولی الان این فوتشه. این هم دهنه رینگ 4 که از همه بهتره، یعنی یه طورایی خوبه. الان داریم میلنگ و پولیش کاری میکنیم. یه چند تا خط کوچیک روشه که میشه با سنباده 800 برطرفشون کرد. موتور چند سال خواب بوده، در اصل داریم این جرمایی که سر میلنگ مونده داریم پاک میکنیم. الان میخوام پولکی ها موتور رو عوض کنم، کامل پولکی ها رو میخوایم نو کنیم. دو تا از پولک ها رو تا حالا جا زدیم، مونده 3 تا، تقریبا 4 تا دیگه. الان 4 هم براتون جا میزنم، فیلمشو میذارم براتون. دور پولک ها رو چسب دوقلو میزنیم برای اطمینان که آب نشت نکنه. الان میخوایم یاتاقان ثابت ها رو ببندیم، بعد یاتاقان ثابت ها رو بشورم که این دوده، چون یه مقدار دوده داره، دوده ها پاک بشه، بعد بیایم ببندیمشون سر موتور. محل یاتاقان ها رو تمیز کردیم، حالا یاتاقان ها رو هم تمیز شستیم، میخوایم بزنیم سر جاشون که میلنگ رو ببندیم سر موتور. تمیز کردن میلنگ برای استارت اولیه خیلی مهمه که توی استارت اول میلنگ خط نیفته، یاتاقان عمرشون کوتاه نشه. برای موقع جا زدن یاتاقان اول طرفی که خار هست میندازیم اینجا، طرف مقابل فشار میدیم پایین، حتما دوتا هم سطح باشه. برای جاگذاری یاتاقانا روی کفی‌ها مثل همون میله، اول خار و بعد یاتاق. برای بستن کفی‌ها مقدار روغن، خود میلنگ هم روغن چرب کنه خیلی بهتر. برای جا زدن کفی‌ها خار یاتاقان کفی با خار یاتاقان سیلندر روبروی هم، یعنی داخل یک راست.
روی کفی هم شماره داره. 1 همیشه از سر جلوی موتور جایی که تسمه‌ها سوار میشن شروع میشه، به جز موتور پژو که از عقب موتور شروع میشه به ترتیب. یا شماره 2. بله. نصف میلنگ الان بستنه، اوس کامران بسته. خب تا ببین این موتور روشن میشه یا نه؟ نه تا که بسته 100% روشن میشه. احتمال داره. تا ببینیم صدا قاشق چنگال از توش میاد یا صدا موتور؟ به نظر صدا قاشق چنگال میاد؟ نه. کاش. بچه هر هم میخواین چه بغل یا تاقانی یا تاقان ثابت یا متحرک رو میخواین ببندید سر موتور، حتما قبلش بشورید. رسیم به بخش اصلی، بغل تاقانی. پیکان برعکس همه موتورها که رو کفی 4شون بغل تاقانی سوار میشه، پیکان رو کفی آخر یعنی شماره 5 سوار میشه. بغل تاقانی ها حتما باید جاشون خوب چرب باشه. خود بغل تاقانی ها هرچی چربتر بهتر. نکات کلیدی داره. بغل تاقانی یه قسمت شیار داره، یه قسمت صاف پشتش. این قسمتی که شیار داره حتما به میلنگ باید بچسبه. نگاه کنید. غیر جازنش همینطور. فرستای رفت پایین داره. بله. بعد میلنگ میدیم عقب. بغل تاقانی دوم. دوباره چرب میکنیم. شیارش به سمت داخل. شیارش به سمت میلنگ. یعنی اینطور. درست. و بعدش کفی شماره 5. حتما یا تاقانا رو چرب کنید که موقع استارت اول زخم نشه. یک بار میبندیم، خلاصی میلنگ رو امتحان میکنیم، بعد دوباره کفی رو باز میکنیم، چسب میزنیم و میبندیم. بعد اینکه کفی شماره 5 رو میبندیم، خلاصی طولی میلنگ رو میگیریم. این خلاصی باید حتما با ساعت اندیکاتور اندازه بشه. ما خیلی کار کردیم دیگه میدونیم دیگه با دست مشخص. این از خلاصی میده. جنوس بیچاره کفی صفر نشده کامل. فقط به کف رسونده شد. بعد اینکه خلاصی میلنگ گرفتیم کفی در میاریم. درست. با یک کنه بنزینی خیلی تمیز چربیاش باید پاک بشه. چربیاشو باید پاک بشه. هیچ گونه چربی نباشه. حالا ما از قبل کفی رو تمیز کنیم. چرا کفی رو باز کنیم؟ به خاطر اینجا چکمه‌ایه. چون چکمه اینجا میخوره. برای اینکه عایق بشه دیگه روغن بیرون نیاد. به خاطر این چون چکمه‌های داخل بازار خوب نیستن، ما از چسب خالی استفاده میکنیم. شیار رو کدام پر کنیم؟ کل شیار رو باید با چسب پر کنیم. طوری که نم پس نده. این طوری مثلا چسب بده. بله چسب خوبه؟ مثلا خیلیش بعد چسب بزنیم داخل شیار. کل شیار رو با چسب پر. حالا اگه موقع بستن پیچ‌ها کفی ها متحرک پیچ برید مشکل نه، یه ذره از همین میزنین اینجا پیچ بریده رو میزنین سر جاش میره، تمام میشه و میره بدون هیچ استرسی. نمیخواد بریم پیش تراشکار، موتور رو میبندین میره. این موتور پیکان جواب بده. ها اوستا بیا بذار کفی رو. اوستا روغن زیاد بریز. حیف. اگه روغن هم دم دست نبود چسب اصلا میشه زد.
حالا برای تستی روغن خوراکی هم بزنین هم خوبه. ما چون که ترکمه نداریم با دست صرف میکنیم. دوستامون دستش دیگه ترکمه شده، طوری که خودش گفته دستا من ترکمه، من به حرفاش باور میکنیم و بهش اعتماد میکنیم که با دست صرف کنیم. خب الان چند ترک داری میکشی پیچا رو؟ فعلا 25 کیلو برابر. 25 کیلو. Vean sobar bujando kanamanga. Vean sobar porque bir bağırtan. Xoda bujando zayıf. رنگ سه ساقو مستوره معلومه که کویی که مال خواه من یکیش رینگ استیله، رینگ چدنه، سه هم بچه رینگ. بعد نیگو جا به جا بالا این بزنه جا پایینه جا نمیرسه، جا میره. تو سه روغن سوزی میفروش. بعد نیگو کرکری باشه، کرکری یعنی بالا و بزنی پایین که من میریزیم سر یا تاوان قشنگ چربش کنید. چرب این خاری یا تاوان هم بر رو بالا باشه. جونا بعد میذاریم داخل سیلندر با رینگ جمپال. پشت صحنه داره با تلفن صحبت میکنن. ای کارای من رب ساعتی بخورش دهنه رینگ هم تنظیم کنیم مخالف هم دیگه. ولی در مانه گفت نمیریم صفر رب ساعتی تابیه هم 25 دقیقه ما مندی رسید. بله خان رینگ جمع کن تاب نخوره رو پیستون. حواستون باشه وقتی میخواین رینگ رو بزنید اینجا. موتور رو تا اینجا بستیم، پیستوناشو زدیم جا، دوستوکاپ هم گذاشتیم. الان بریم برای تایمش. تایمش یه زائده سر میلنگ هست. جلوتر زائده الان پیداش کنید. زائده اینجا. الان من تایم میکنم براتون. این زائده سر میلنگ بعد بیفته روبرو کانال روغن. دقیق روبرو کانال روغن.
حالا تا میل سوپاپ رو چرخدنده میل سوپاپ یه رو چرخدنده میل سوپاپ اینجا دقت کنین یه زائده داره، یه حالت سوراخه. من مینداز اینجا این زائده که سر میل سوپاپه بعد بیاد داخل یه خط با میل لنگ، یعنی طور که زائده میل لنگ با زائده میل سوپاپ یکی باشه. الان داخل خط هم زائده میل لنگ هم زائده میل سوپاپ روبرو همه. این نشانگر میل سوپاپ یا نشانگر میل لنگ دقیق روبرو هم دیگه بعد باشه. این قفل زنجیر تایم بعد رو به مخالف گردش موتور باشه، چون موتور چپ تاب میخوره بعد این رو به گردش موتور که اگه مثلا حالا آشغالی روغنی چیزی بخوره خاره در نیاد که موتور از تایم خارج بشه. و این خاره هم بعد سمت موتور باشه نه سمت در قالپاق. باشه سینی جلو. الان خلاصی رو به صفر. حالا مثلا صفر کن خوب با روغنش. حالا صفر کن ما قبل درستش کردیم. حالا نشون شما میدیم صفر کن یه فنر داره یه قفل کن. فنر میندازیم قفل رو تاب میدیم تا فنر قفلش. بعد صفر رو جا میندازیم. حتما روغن میریزین که باز بودن کانال روغنش رو مطمئن شید. سوراخ حتما باید اینجا باشه که یه وقت صفر کن بی روغنی نکشه. برای آزاد کردن صفر کن الان ببینید یه مقدار لقی داره. همینطوری صفر کن فشار میدید ضربه میزنید تا صفر کن آزاد کنید. میل لنگ رو ضرب میل سوپاپ رو بزنیم اینجا یک کم این مثل میل لنگ نیست، خیلی کم. روی کفی ها چند تا کفی ثابت داره؟ یه دو سه تا خیلی کم. بس تمام. خب قرارش میدیم جای میل سوپاپ. و یاد بگیرین همیشه میز کارتون تمیز باشه، برق خشکتون نکنه. این نظیره میفرستیم داخل. من بعد دستامون هم کثیف بعد نباشه کمی با فشار رفت جا. بعد با دست بعد تاب بخوره که الان این تاب نمیخوره. خب بچه یه نقص فنی ایجاد شد. یکم رفته داخل. آها الان دیگه با دست تاب میخوره. با دست تاب میدیم ببینیم گیری چیزی نداره. خب حله. میل سوپاپ هم زدیم اینجا. الان دارم سرسینه اوراق میکنم. فنر سوت فنر با فنر جمع کنیم. اوراقش کنیم ببینیم فنر جمع کنیم. گیری چیه؟ لاستیک این گایت فلزی هم لقی داره ولی ما میبندیمش خیلی هم خوب کار میکنه. فقط چسب رازی کرافت. دوستان دلیل زدن چسب رازی چیه؟ چسب رازی آبکیه و موقع صفر کردن واشه نمیپکنه. ای برازمت خاطر تا اون داره کار میکنه. چرا زپر نمیزنی شما؟ یه سمتشو رازی یه سمت زیپر. طرفی هم که به سمت خود واتر پمپ میخوره دوباره چسب. چون خود واشه تشنه چسب خوش میکنه. میتونی حالا آبم بدیم واشه تشنهش برطرف بشه. آب میدیم به واشه تشنهش برطرف شه بم میزنی اینجا. تخم شربتی هم میشه. از این کارا اشتباه انجام نمی. کار فقط اصولی. مثلا اگه گایت فلزی ها گشاد کرده کارش نه اشتباهشه. اینطوری کار اصولی انجام میشه. سلام جور یه 4 بی
آره دو سه ها. آره الان بریم برای سوپاپ های سیلندر 2 میذاریم خوب هوا بخوره. خارش جا باز کرد. حتما آهنربا نو بخرید. حتما آهنربا نو. کار اصولی با ابزار نو خار در میاریم. دیگه باید دست در بریم. شلش میکنیم. گایتوزیاش یکم جا باز کرده ولی میشه بعد بندیمش. یه خورده روغن سوزی شاید داشته باش. حالا با نوار تفلون ما یکم دور سوپاپ رو نوار تفلون میزنیم یا چسب رازی درستش میکنیم. تو فکرش نباشیم. برادرم پاکستانی. بعد دستکش هم حتما بکشین. هوا هم سرد. دست با کاری بکنم. این بی‌اعتیادی نکنین دوستان. بیا بخواییم بگه او حالا تا یه 4 تاشون میخواد در بیاره. یکی این در بیاره؟ بیا. بیا. کاری داره نمچی نکنیم. بیا. یک. کاراج محسین چی شده خدا؟ بکنم داره داری. بیا نمیکنی. هی. نمچی. به تخم درشون بیارم. ولک تو بلد نیستی. چنده داره؟ بیا نمیکنی. خب بزنیم روی 5 دقیقه هوا بخوره. تو عمری تمام قایده رو در آوردیم و هم یکی مونده. یکم سفته. دست خوش دامری. بعد هم بذاری اینجا پرده. جان چسب بزن. تو برای کش کرده. خب بگو استا. چه دیگه میبندیمش. تو پیچ سینی جلو پیکان. 2 تا پیچ از همه بلندتره. اینا میافتن زیر واتر پمپ. دو تا هستن از اون 2 تا بلندا کوتاه‌ترن. یکیش اینه میخونن این پایین. یکیش همین. بقیه همه یک اندازه. اول پیچا رو برسونین به کف بعد صف کنین. یکی صف نکنین که سینی جلو بکنه. کار اصولی بعد بگم میشه من کار خیلی اصولی داریم انجام میدیم. از پشت صحنه رو کمک میگیری؟ صحنه کیه؟ صرف کن تا ترک بردار. و حتما چسبایی که داخل
چسبایی که داخل جارزه حتما در بیارین با یه مته 6 نه 6 زیاده با مته 2.5 با مته 2.5 درشون میارین که یه وقت سینه ترنگ نخوره. همینه وایسو نزن همه اینا میخواد دفعه بگیره. آره هم موتور بیایم رو تانک. خب میخوام موتور بیارم رو تانک تو کروز کاملا اسکی دارم فیلم به بالا تو موتور رو سرتن تمام سیلندر داخلی خط نه یک و 4 کامل بالا کامل بالا بیا بالاتر نقطه مرگ بالا براتون آنباکس کنم. نو پیچا و پمپ کامران اون نزدیکه از اینجا بر بزنید به موتور تابه یا نزدیک تابه یه رجا یعنی اوستا الان من خم نزنیم چون مثلا کامرانم به کار انجام میده نه اویل پمپ هم خم بزن اونجا. پیچاش پیدا کن لا اویل پمپش آقا بیا شرکت جان این نا بکنیمشون بیا کار داره پچا زن اویل پمپ خب بعد تایم بشه تایم دی تایم نیخون تابه ده تایم پمپ روغن موتور میاریم روی تایم خب روغن در روغن خوب چرم میکنیم موتور میاد روی تایم دهنه کوچیکتر سمت سیلندر نکنم دهنه کوچیکتر نکنم دهنه کوچیکتر نکنم دهنه کوچیکتر دهنه کوچیکتر فکر یونه خب بزن این کامرانه حرفه‌ایش خیلی زیاده ها. الان برای جازن همی اویل پمپ یا پمپ روغن وقتی موتور رو تایم کردین پیستون 1 و 4 برسه به نقطه مرگ بالا این بیاد بچسب به آخر. بعد اویل پمپ هم تایم میکنیم سمت دهنه کوچیک اویل پمپ و سمت سیلندر باشه. الان اگه داخلی سوراخ بگیری صافه درسته؟ الان یعنی پمپ روغنتون تایمه. فردا روز کویل رو گذاشتین دلکو رو گذاشتین برق خوب بفرسته برای شما. حالا حالش بده بودش کرد همونطور اینا زیگزاکی بود نه همونطور پیچ دوت سر بالا دیر سر بالا آخه مانا هم بگیر پیچا سینی جلو رو زیاد سفت نکنیم مثل این وقت میشه ببین آقا بیا بگیرونه روشن کن فلاش این الان شکسته یعنی فقط اگه حتی با مچ هم سفت کنی اینا میشکنی پیچا کارتر پیکان البته همه ماشینا نه فقط الان میخوام سوپاپا رو آب بندی کنیم برای اصلا یکم ساق سوپاپو چرب میکنیم اول بعد یکم هم روغن سنباده یکم دیگه فقط دور سوپاپ باش
با دور پایین دریل فقط عقب جلو. بعد دریل رو چپگرد میکنیم. حالا راست گرد باز خوب کنم بیشتر نگاه خیلی فرستادش شد. خوب سفتش کن. نه گایداش خوب نی و خوب آبندش کن. برای بستن پیچ دو سر برای بستن پیچ دو سر بوکس مخصوص هست که میزنیم روش راحت سفتشو میکنیم بوکس در میاره که خود پیچ هم اصلا آسیب نمیده. با انبار قفلی هم میشه ولی پیچ خراب میشه. بهترین کار امورا خودشون استفاده میکنیم. یه موره میبندیم یه موره دیگه هم روش. الان خوب سفتش میکنیم. موره پایین میگیریم موره بالا سفت میکنیم. اوستا به نظرم تا چه اوستا اینطور میرسیم بهش بکرد. حالا باز خیلی راحت. اما آقا قطعش کرد. نه ادامه داره. همش رو باید صرف کنیم. خواهی تونده شدیم؟ نه به همین شکل میره. استاد نظرت چیه تا اینجا؟ عالی. بهش نمره 10 نمیده. از چند 10 نمره یا 20 نمره؟ 100. نه 20. 20 از 100 گفته 20 از 100؟ ها. الان بریم لاستیک‌هایدا سرسلند رو جا بزنیم که سرسلند دیگه جمع کنیم برای بستن. لاستیک‌هایداش رو جا بزنیم بعد سوپا بعد فنر سوپا بعد هم خارش رو جا بذاریم و دیگه ببندیم سر سلند بره امشب روشنش کنیم. بعد جا گایدارم با دستمال بنزینی یا کونه بنزینی حتما تمیز کنیم چون که یک تمیز نباشه روغن سوزی ایجاد میشه داخل موتور. استارت اول صبح حدود 10 ثانیه 15 ثانیه رو دود داره و خوب میشه. کسایی که ماشیناشون دود میکنن اول صبح رو حدود 10 ثانیه 15 ثانیه ماشیناشون دود داره یا در اینگاه پیستونی الکی موتور باز نکنه. فقط لاستیکای یکم بنزینی بیار کامران. نه چقدر کثیفه. بکش از 20 لیتر دود. بنزین کشیدن با خدا فیلم نداره. نه این روشت فرق کنه بابا. حالا بعضیا میشینن کار دیگه انجام میدن. میک. حالا جا زدن لاستیک گاید با بوکس 11 میذاری سر جاش. روغن راستی روغن بیار. روغن بیار حتما با روغن. همه چی با روغن. استاد روغن دور گاید فلزی خصاصت به خرج ندین تا میتونی روغن بزنید. برای استارت اول موتور خوش کار نکنه. بزنید دور گاید فلزی. بعد لاستیک گاید هم چرب. لاستیک گاید هم خوش چرب. لاستیک گاید هم چرب میکنیم. بکش بیار. نه نیازی فشاری منجا. بوکس 11 حتما. بوکس 11 بعدش هم شار. جا یه اولش آره یکم تو جا بزن.
سرسیلندهای پیکان دو مدل لاستیک‌های دارن. یه مدل پیکانی هستن که لاستیک‌های دارن بزرگن، فنری و لاستیکی هم کلا. یه مدل مثلا پژویی میخورن مثل این مدل که بعد با زور برن جا. الان بریم سرسیلند رو جمع کنیم، سوپاپاشو بندیم، فنر سوپاپاش هم بذاریم آمادهش کنیم برای بستن. سوپاپا مثلا یک هزار ببره. خب چرب نیخواد برستار طبعا خوشگاه خیلی کم خوش. سوپاپا رو کامل ساق سوپاپو کامل چرب میکنیم با روغن، چون استارت اولی یه خورده دیر روغن میرسه به سرسیلند، خوش کار نکنه. قشنگ کامل چرب میکنیم. بعد سوپاپا رو حتما وقتی باز میکنین قشنگ سر هر سوپاپی که باز کردین بذارین سر جا خودش، یعنی جابجا نباشه. مثلا مارسلن یکو نذارین برای 4 نذارین برای 3، سر جا خودشون باشه بهتره. قشنگ جایگذاری بکنیم. روغن هم زیاد بزنیم. ما سوپاپا رو جا زدیم. الان فنر سوپاپ دیگه فرق نمیکنه، جا به جا گذاشته فرق نداره. فنر سوپاپ دیگه فنر سوپاپ با بشقابکش. فنر جمع کن داره کامران؟ همونجا اساس کجا؟ خودت رو بدیش. 11 فنر چه اسمش؟ خار سوپا با هم رو با میگیرین؟ با هم رو با بزنیم حرفه‌ای باش. با بزن جا. آیا فیلم بردار بیای بر واستا یکم جا زدن خارش یکم یکم قلق میخواد، ولی قلق نه. خب اینو تمام شد. ببریم برای بعدی. فنر، بشقاب، کاسه، برش هم خارش. یکم دستو بردار که ببینیم. گذاشتیش؟ درست کیف ها یکم پیچش سفت. دوستان بعضی از این پیکان ها فنرهاشون دوبله. برای چی دوبله؟ اونا دستی انجام میدن. فنر سوپاپا پیکان ضعیفه. اوه به چه دلیلی کار توی انجام دور میدن؟ بالا سوپاپ دیر بسته میشه. بعد فنر سوپاپ رو دوبل بکنیم داخل دور بالا شتاب ماشین بیشتر میشه، قدرتش هم بیشتر میشه، چون فنر همین چه اسمش؟ سوپاپ زودتر بسته میشه، دور بالا خیلی خوشگله. زودتر بسته میشه، قدرت ماشین میره بالا. حالا پیکان فنراش فرق میکنه، برعکس بذاریم، صاف بذاریم. مثلا بعضی از ماشینا پژو، مثلا پژو که نه، براید طرف جمع داره، طرف باز. یه طرف فنر جمع تره، طرف جمع تر بعد رو به پایین بیفته. یا فیلمتون که رفت تو آپارات هم بچه‌ها دیدن. آپارات؟ آه. تا هم بچه مرسا فیلمتون میدن یاد میگیرن. پنچری هم میگیرین ها؟ آپاراتی پنچرگیری، تعویض روغنی، خوبه؟ آپاراتی پنچرگیری، تعویض روغنی، باز کن. تنظیم موتور، بچه‌های برقکار، بچه‌های مکانیک، ما نوکر هم بتونیم. تکریم. اصلا نظر در آخری چیه؟ یه توصیه بکن. بچه این فنر آخری مثل بقیه فنر رو میزنیم. استاد خوبه. فرقش همینه، مثل بقیه فنر ها شبیه هم دیگه. یعنی اشتباه بزنین یعنی
سرسیلند باید بذاری داخل سد زباله بره. این فنر آخر خیلی این هم دیگه باید بذاریش. خب تمامی هم از سرسیلند بریم برای بستن. ناکن سوپا باز میشه. سوپا باز شد، یعنی کارت درست انجام بده. برای که ببینیم فنرها کارا درست سر جا نشستن. سر خود کله سوپا وقت رو نلبکی نزنیم. وقت دیگه هیچ کله سوپا امتحان میکنیم. اگه ایراد داشته باشه همونه شما کمتر هم بزنی؟ نه محکم‌تر اگه بزنی دیگه خودت محکم‌تر میخوری. یواش. ما واشر سرسیلند نمیذاریم، میخوایم پلاستیک بذاریم اینجا واشر سرسیلند بذاریمش جا. قبل بستن سرسیلند یه دستمال یک کنه بنزینی حتما کل چربیای روی سیلندر رو پاک کنید. اگه چرب باشه قاطعه واشر خونده است. نگاه کنید طبیعیه این کثیفی. جزئیه. به اینجا براتون واشر آنباکس کنم نافرین. برای پیکان فقط واشر سرسیلند توس نیست؟ آره شرکت توس خود دیگه تبلیغ گذاشتیم برات. فردا ورشکستش کنید. با این صحبت کن شرکت توس ورشکست شد. بعد اینکه دستمال بنزین کشیدیم یه دستمال خشکم میکشیم. این واشر سرسیلند این سر قشنگه. بیشتر تو انجام بدی. باشه. خب الان واشر میخوایم بزنیم سر جاش. واشرم ما از برای واشر از چسب‌رازی استفاده میکنیم، یعنی بهترین آب بندی برای واشر گذاشتن هر ماشینی که باشه. پژو میبندیم با چسب‌رازی 4-5 سال کار. بنز دی کلاس. فقط چسب‌رازی. خب اسکان رو چسب‌رازی بزن. ببین جلو. آیفون بردار بیا جلو. جواب این پیسا چیه؟ اینا اضافه نه بعد اینکه موتور بستیم میریزیم داخل قالپا خوشن چا خوش پیدا. جا خوش پیدا می‌کنی. بیا هر کی خونه خوش بلده. برای چسب دادم. اسکان زیاد. جواب این چسب استفاده نمیشه برای جای دیگه. اسکان رو یه اشتباه نکردیم. جان برادر. با استکانیاش توشن داشت. توشن؟ وقتی شما خواب بودیم ما بستیمش. به نظمت دیست کامران. آقا اسکانا تخصصش موتور پیکانه یا هم ماشینه؟ نه اسکانا تخصصش از موتور اره برقی خب تا موتور اره برقی تخصص در همین هست. اسکانا که از بهترین مکانیکا کانالمونه، یعنی از ماشین 125 تا خارجی ایرانی. سرون در موتور صحبت کن. چیکار کی؟ این موتور؟ آره این موتوره. این موتور دو تا ترفند روی زدیم. اسکانا یه تقویت‌ها ریزی روش انجام دادیم. این هم موتور اسکامرانه. دور کانال روغن، دور کانال‌های آب همیشه چسب بزنید. حالا این سرسیلند این سیلندر کم خورده شده. خاطر خورده شه. توی گودی‌ها بیشتر چسب بزنید. کم خورده شه به خاطر این کرم داره سرسیلند. اسکانا جایی که این تیکه فلزی بسته میشه اصلا چسب نزنید. بین سیلندرها که اصلا فقط دور کانال چسب رازی، چون آبکیه هیچ وقت واشر سرسیلند رو نمیپکونه. این واسطا نیاد یعنی. اسکامران مکانیکی شرف ناره، یعنی جلو بنده بنز جی رو میریزه پایین میبنده. موتورش خیلی بچه بازیه برای کامران. چه ربطی داشت؟ عادی کلا. آره. دوستان این کانال روغنه. اینجا دورش زیاد چسب نزنید. خیلی کم. تقریبا میپاشه بالا روغن. از اینجا میاد بالا. از این کانال ورودیه روغن سرسیلند. حالا اگه دوست داشتین چسب بزنید داخلش اشکال نداره. حیف روغن بیاد تو سرسیلند. بزنیم پایین باشه راحت بشه. برای چی؟ تکون نخوره ما این بشه سیاشه. حیفه. لیکی روغن اینجا هم اسم مصطفی رو بنویس. او سوراخ‌ها سر سیلندرم یکم گچ بریزین داخلش پر مشکنین بره. لازم نی. اوس کامران
شرکت اضافه گذاشته بابا. اضافه گذاشته برای تعیین تفاوت. یا سوراخ ورتیشه. خب حالا واشر بذار روش کامران. حالا طرف واشر که باز میخوره روی سیلندر، یعنی اینجایی که واشر، اینجایی که چسب زدیمه روی همین چسبایی که خود شرکت زده باز چسب میزنیم. روی گوشتر میذاری که یه دیر چسب نمیزی. چون واشر تشنه است. یکم خیسش کن. یکم چسب میزنی. طرف میشه. اصطلاحات میکنی که باید یاد بگیرن دوستان عزیز. بین کانالای آب سرسیلن، همین کانالای آب آخر حتما چسب بزنیم. بس مصطفی جونم از کامران. باید دستمال بنزینی کف سرسیلن هم تمیز کن. کف سرسیلن؟ بله. پس سرسیلن هم روغنا رو داد بیرون، یعنی روغنا رو داد بیرون، یعنی خیلی کارمون تمیز انجام شده. خساست و خرج ندیم، برای وارث نذاریم. آره نذارین برای وارث. کف سرسیلن با دستمال بنزینی. بنزین نه 20 لیتر بنزین. بنزین یا بله الان همسایه ما بنزین مونده. مثلا کف سرسیلن بنزین بریزین. واشر سرسیلن رو میذاریم تومری. دست تبرکی هم روش میکشیم. حالا طاووس مصطفی سرسیلن رو تمیز کنه. این فوت کوزه‌گریشه. نه بابا تومری. شروع کنید چسب بزن. خب دوستان چسب بزن. همین خط قرمز میگیره میره. این ور کار سرسیلن رو قشنگ تمیز کن. داخل موتور سرسیلن این سوپاپا جریانشون چیه؟ چشونه؟ کدام؟ سوپاپا جریانشون تو پریز برق. بریم پریز برق. برین تو پریز برق پیدا میشه جریانش. سوپاپا رو قشنگ ما بندی کردیم و گذاشتیم سر جاش تا طاووس مصطفی شما پیچا سرسیلن رو یه برسیمی بکش. کار نکردیم. تست آب بندی سوپاپا. تست آب بندی سوپاپا. تست آب بندی نیاز نیست. چسب الان خوش میشه. نه تست آب بندی سوپاپا. خب ناکنی اصلا خیس نکرد، یعنی خوبه. یکی اینم خیس نکرد. این یه ذره بنزینی که دورشه مال بنزینی که الان ریختیم، ولی الان من اینو کامل خوش کنم. اصلا خیس نکرد، یعنی کارمون رو درست انجام دادیم. یه هم خیلی اینو نریخت. طاووس مصطفی سری پیچا سرسیلن رو یه برسیمی بکش. در ترتیبار با کف بذار. پیچا سرسیلن؟ پیچای که نو گرفتیم نه. بزن پیچا سرسیلن. اصلا داشته. اگه پیچ سرسیلن نداشتیم با الکترود چدن بین سیلن سرسیلن دو پاس جوش بزنین بره. دیگه مسخره بازی بحثم. این سر کارمون. ما 5 تا گرفتیم، شما 5 تا از سالماشو بردار یه برسیمی بکش. سالمان هم ریختیم نه پیچا سرسیلن. حتما باید پرتشون کنیم. حتما. وقتی سرسیلن چسبیدیم چند تا پیچ هم مصطفی؟ 10 تا پیش میخوره. سعی کن 2 تا رو خودش بسته، 8 تا دیگه بعد بندش. سعی کنیم با هر بار بازبست موتور پیچا سرسیلن عوض کنیم. خب اس کاملا سرسیلن بذار سرجاش. داره میذاره.
یکم پیچا چون کجه تکوش برام استاد حله چشات. خب استاد پیچا رو بریز. بعد بچه‌ها موقع کار کردن همیشه میز کارتون تمیز باشه مثل میز ما. یعنی یکی از نکات مهم داخل بستن موتور تمیز بودن میز کار. نه کاملا چیه؟ اینا بدون استفاده بوده. اضافه. این دو تاش اینجا هم هست. اونا هم اضافه. آره. اونا اضافه. کنن وسیله اضافه کنید. این پیش بزرگی مان چیه؟ اونا هم اضافه. یا حالا باسین نمی‌دونی مال کجا دیگه نبسیمشون. نه جزئی. دو تا پیش بیشتر بیشتر من اضافه بقیه. چشم بیا کنم. کلا یه پیچ دیگه بیشتر تمیزه؟ این پیچ خوب نیست. بنداز بره. می‌ندازیم. پیچ امتحان می‌کنیم. بهتره. الان پیچاشو داریم میرسونیم تا صفر بشه. بعد با تورک متر تا بیار. تورک متر هم الان میارم براتون. واستا اسکامران پیچا رو برسونه. یا چه فرض استاد؟ اسکامران مکانیکه. مکانیکه. استاد بوکس 17. بوکس 17 بیا. این چنده؟ 16. بوکس 17 بیا اسکامران. تورک متر گاهش کجا کامران؟ تورک متر زیر میزه باشه بوکس داشته بابا. یعنی تورک متر اون بچه ما اینقدر ساخت کجا؟ این فکر کنم ساخت آرمش پاک شده برافته بود. این ساخت در پشمه. حله؟ خدمت نه تورک متر انگلیسی ها خیلی مشخصه بشه. تورک متر استاد سیلندر رو میگیری؟ سیلندر بیا یا برای بستن حتما حلزونی صفر کردن استفاده کنید که سرسیان هیچ کابی بر نداره. اول یه مقدار پیچار صفر میکنیم. بعد بوکس 18 بوکس 16 پیچا سایزاشو فرق کنه. بله دو تا پیچ ثابت بوکس 18. این پیچا رو با مینیسن یکم کوتاه‌تر کنین که قشنگ آچارخور بگیرش. درایو جغجغه بگیرش قشنگ. حواس کامران؟ بله. حالا یک مقدار بیشتر صفر می‌کنیم. الان چند کیلو داره میکشی؟ چند طور؟ تا الان معلوم نیست. بس صدا کنه. بس هر وقت گفت تق یعنی صفر شد. یعنی صفر شد. یعنی موتور رو باز کن. سرسم بذار سنواله. او جوش استفاده نمی‌کنی؟ از او جوش چرا؟ از او جوش هم میشه استفاده کرد ولی برای موقعیت ضروری. استاد یه تابلی بدی سیلند میافت. استاد تا بده تا صاف شه موتور. الان تا بشن تا بیافته پایین. هیچ تو فکرش نباش برادر. خب بعد اینکه دو مرحله صفتشون کنیم یه ذره استراحت بهش میدیم. طلا خالص بغل. نه بعد من پولک هم از جنس طلا بذاریم. پولک فقط پولک اهواز. پولک فقط پولک اهواز طلایی. حالا ما خودمون اصفهان بستیم. اصفهانیه. پولک اصفهان. این برای شرکت اصفهان. تبلیغات هم پذیرفته میشه. تبلیغات هم پذیرفته میشه. خب حالا بیا صفتش گوز کامران. واسه برای کم استراحت کنیم. بس دی. بس صفتش. استراحت بکن. بس. نه هیچ ایده پیچ داغ شده. الان میبرم.
آیا 2 دقیقه وایسیم الان 4 ثانیه گذشت. حالا قدیما موتور می‌بستن بدون که خراب بشه. ما صداش نمیاد. بوکس این شدید بشه. اون بسته بود. اما صداش در میاد براتون. تیک 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 تیک. دید این بوغ زد. این خارجیش به اینا که باتری میخورن. صاحب موتور سنگینه؟ موتور سبک. نه موتور دیگه برداری. موتور هم سبکه. حتی برای ما سبکه. خیلی آرزوشون این موتور بدن کن. باید دیسک کمر رو عوض کنیم. همراه با دیسک کمر. ما دی عادت کردیم بلندش میکنیم. خب این هم از سرسیلن. هم سرسیلن با ترکیلس و دیجیتالیمون ساخت شوروی. جهت سفارش الان 5 رو کامنت کنیم. الان استارت رو ببندیم. یه استارت بزنیم همینطوری. روغن بیاد دور یا تاقانا رو کم چرب کنه. روغن هم برسه به سرسیلن هم حتما بدون شم. بدون شم. کانال روغن بشه. فیلتر روغن بیاد توش تاب بخوره. قشنگ همه چی که روغن کاری شد بعد شما رو میبندیم. بعد دلکو، بعد کویل، بعد استارت، بعد دینام، بعد فلایویل، بعد دی صفحه، بعد صفحه، بعد گیر باکس، بعد گاردون، بعد دیفرانسیل، بعد چرخه. همه چی میاد روش و میریم برای ساخت شاسی. تمام میشه. خب حالا یه مشکلی داریم. این خاموشه شد. موتور رو کجا روشن کنیم؟ موتور؟ اینجا. برای اینو ببریم. اینم میبریم. ببرش. خب الان اینم میبریم. ریزمون هم الان میبریم برای روشن کردن موتور. خب من بچه ها سیدا زیر پاتون جمع کنیم. حتی با پا شوتشون کنیم. یکم نزدی؟ نه آقا دقیقا ما چه کنم داریم. دوست کنم. خب اولی اندازه ببینیم داخل موتور جمع میشه. جمع میشه. خب بیا دست موتورش بندیم سر جاش. دست موتورش دوست کنم. اطلاعی ندارم. هیچ هاشه؟ همین دوتا رو بندش کافی میشه. بذار سر. نریم امریکا. آبا امریکایی دیوونه سون. ما این سری یه بادی اگه دوست داری بهش بگیر. اگه دوست داری بهش بگیر. پر رو میشه. ساعت چی میکنی؟ داریم انگوشی ها رو میبندیم. انگوشی ها پیکان یکم زمان برن. این رو خواهیم از اینجا پیر میشیم. خب بکنم الان چه رو جازه؟ اسباشو؟ اینا خرن. اینا خراشن. اینا اسبکی ها موتورن. با هم تایپتاش هم گذاشتیم. تایپت نه تیپت. ما اینجا این تپت. این تایپت ها اسبک ها تا حدودی موتور جمع شد رفت تا حدودی برقار پاش مونده با یه وسایل. الان میخواد فیلرگیری انجام بده. حالا استاد بگو برای بچه‌ها چطور فیلرگیری میکنن. حتی من بفهم جلو. فیلرگیری پیکان بعضی هم روشن فیلرگیری میکنن. میشه دقیقا در میاد ولی خوب نیست به نظر من. برای فیلرگیری پیکان سوپاپ مقابل کامل باز، سوپاپ قبلی رو فیلر میکنه. خیلی بازه چون ما سرسیلن رو عوض کردیم باید این فیلرها کامل به هم ریختن. سوپاپ هوا 25، سوپاپ دود 30.
25 30 روان 25 راحت بره ولی 30 نره به این میگم 25 30 روان بعد پیچ رو میگیریم با دو پیچ بشی درسته دوباره موتور رو تاب میدیم سوپاپ مقابلش کامل باز چک میکنیم که خیلی بازه یکم باز شد ویسته یکم باز کردم موتور سرعت کنیم تا بشنیم تاب خورد موتور؟ موتور از تایم خارج شد موتور رو باز تایم میکنیم تایم کن فیلر بشو میگیریم شماره همینطور یکی یکی سوپاپا رو میریم جلو الان فیلیپ اوف شده ببندیم سر جاش کویلش هم بذاریم آماده استارتش کنیم وایس برو صف کن تو برو ایشکن نه چی بشنه باش میلنگ برو دیگه آماده استارت ها هیچ ها رو ببندی یه استارت اولیه که بسته شده شانس واشر کاربراتور گیرمون نیومد به کاستنامه هم گذاشتیم در غیر اصولیه ولی برای روشن کردن کافیه پیچ بیا پیچ جا پیچ بیا داره خوش مورد داره این پیچ های کاربرات که تا استات 2 تا اوستا داره بسته میشه ولی استارتون سالمه خب کابلمون ضعیف داغ شده داغ شده؟ همه بیاش آره این چطوره؟ این همین جنس نه اتصال ها ضعیفه ولی کار اتصال توجیه شده بیا خواهی برعکس کنم بذار پایین اون یکی بذار بالا خب خدا آرمیشش که سالم و اتصالاتمون رو خوب قوی کنیم ضعیف یکم باید قویشون کنیم که استارت بزنیم ضعیف هم سیما او یکی هم بزن سیما چون ضعیفه استارت قشنگ نمیخوره دست ما دست بردارم بکنم یکیشون لوز برش ضعیفه ضعیفه خواهش کار موتور بیشه
دو تا میزنیم برای منفی اتصال بدنه. اتوماتیک خوب نیست. اتوماتیک خوب نیست. اوکی شد باشه. خب اتومات هم خرابه، بعد برق مستقیم بشویم. آره بریم برق کشید دل کن. پای با اتوماتش عوض بشه تا روشن شد. بس الان میخوایم ببینیم جرقه شمع چطوره. برق دلکو و کویل رو وصل کنیم. الان ببینیم دهنش هم چطور جرقه میزنه. جرقهش خوبه بده. برو مثبت رو بذار رو بدنه با پا آخری. خب الان بریم وصل کنیم برقو. جرقه دار. روغن نمیدن از باقی سرسنن را استارت بده. بازیش تا روغن بیاد. اون باتری نخواه روشنش کنیم. خودش بذار روغن کشه بالا. سعید چی بانی چی خوریه؟ این هوا میکشه. فعلا کورشون کنیم تا بعد که خدا میده. خب بچه تو اینا رو در بیاریم استاد. با تیم کم بنزین بریزیم. استاد میخوایی درغال باش بندی؟ نه بر رقص سوپاپا رو مردم ببینم. روغن نیزنه بیاد بالا؟ یه ذره خیلی کم در حد یک. او سرش بذار او سرش. سعید سر آماده یا؟ نه نیازی چند تا کار داره. این حرفه‌ای بودن شماست. سرم هست کردی؟ آره یکم بدن ویتامین سی. ویتامین سی بس کردی. قندش افتاده. ویتامین سیش کمه. ویتامین دی و ای اونو بگیری بالا. باسی میخواد. یکم سرم بگیر بالاتر. الان استارت بزنیم ببریمش تا سر کاتاف که آب بندی بشه. هاوس کامران؟ بله که قشنگ موتور آب بندی بشه. این هم فوت کوزیگریه. بعد خوف کنیم. خوف فوت نه خوف. وقتی سیلندر 4 قیچی بشه یعنی موتور روی تایم. عقل فهمی؟ وقتی دو تا سوپاپ همزمان باز. وقتی اینجا زمان تایم. این الان یکی دیگه که سوپاپ دود رفت. برگرد. درسته. الان موتور رو تایم. الان باید چکش برق زیر شمع سراغ شماره 1 باشه. ما دلکو رو اینجا میندازیم. نکنید تاپ شمعاشو بندیم. شمع رو ببندیم. با شمع هم به ترتیب اطلاع اینجا میشه 1. این وای شمع 3. این 2. این 4. به ترتیب اطلاع 1 3 4 2. برعکس داشتیم. میشه 1 2 3 4 آره؟ 1 3 4 2. آها حالا از بالا حساب کنی آها. شمعاش صفر کنیم. این شمع صفر نمیشه. شما باید خوب استارت بزنیم. کاربار خوب بگیری. به دستاره کنم. من نگیرم. تا اینجا کار چطور پیش رفته؟ اینجا کار خوب داره پیشون. استارت بزنیم ببینیم کار این چند روزمون چطوره. ببینیم اوس کامران چه آشی پخته. همش تعدیل. 1 خب
3 4 اینم 2 و 5 5ش داخل داشبورد 5ش فیوز اگزوز در میاریم بعد اوکی. خب بعد بریم برای استارت و بنزین ریختیم توش. خب مصطفی خب بعد الان بگیم میخوایم استارت بزنیم. استارت که روشن میشه. استارت که ببینیم روشن میشه یا نه. خب بریم برای استارت. خب بریم موس کامران. مصطفی بذار مصطفی دست حواست باشه. بریم. یه نقص فنی ایجاد شد. یه هم باطری میخواه. یه نقص فنی. بخشی دوستان روشنگی رو باطری خوابید یه ماشین تو گذاشته. میبینینش؟ یه نیسان آبی. یه نیسان هست، یعنی اصلا کاری که روغن بریز روشون بخشید یکی چربه. لحظه استرس داره؟ لحظه خیلی استرس داریم. قراره کار کرد چند روز اون ببینیم چی شده. سنگینش به خاطر دلکش نیست؟ جان؟ سنگین استارت میخوره؟ سنگین استارت خوردنش به خاطر این کابلا و کمپرس بالا چون رینگال نوعه سنگین استارت خوردنش باید. بس مصطفی بریم؟ بریم. با امید خدا. بسم الله. 1 2 3 روشن شد. باتریمون ضعیفه. بریم باتری رو شارژ کنیم. آره. برمیگردیم باز استارت. الان میخوایم استارت بزنیم. ببین چه تشکیلات نگاه کن. بریم؟ برو. 1 2 3 برش کاب ضعیف. اینو مستقیم بزن سر باتری. اتصال منفی رو 2 تا کن. داخلی قسمت روشن شدن حواستون باشه چون خیلی خطرات زیاده. احتمال منفجر شدن هم بالاه. بریم کاران؟ برو. 1 2 3 بریم؟ برو. وایس محمد یه آجوری چیزی بذار رو گاز یه ذره ماشین گاز بخوره. حالا بگو. بیدار کنیم. برو. حالا بگو. بریم برای بار سوم پیرمرد از خواب بیدار کنیم. 1 بریم. برو. یه ذره دلکو آواز. دلکوش یکم از تنظیم دلکوش آواز شده. یکم ریتاردش کنیم ببینیم چی میشه. برو. آتیش میاد بیرون از پشت. تا یه جای روشن شد ولی کمه. یه ذره بعد آواز برگردیم چون خیلی آواز آتیشو میده بیرون. بنزین به پیرمرد. اگه باتری قوی تر باشیم استارتش هم ضعیف داریم. بریم؟ برو. حابوسا نظر چیه؟ همه چی حالا؟ یعنی موتور بستیم. بنزین بیم بخوردش. محمد جان شما بیا نزدیکتر
وقتی موتور روشن شد شما وسواسی برق ندار باشه؟ آره چون برق برای خورید بیاد و مانا جان شما سبز بکش بعد روشن شد بکشید. آره شما یه دست بگیر بریم؟ برا اوکی نه برا بذارش پیسه نزد برا صفا بریم. برا نه میتونم بریم. بریز شلنگه. آره شلنگه. شلنگ. وای شلنگ. نیفتاد من گرفتم بشکه الان بنزین بکشیم. بریز خوبه مصطفی برو بریم؟ برو دیگه تو چرا در آوردی؟ تو در نیار برو نه خوبه بریم؟ برو بنزین بریم نه بنزین کشیده بریم داشت مصطفی بریم؟ برو یه دفعه روشن شده بعد بذار باقی خونه شو بذار داغ کرده؟ خب دوستان یکم مشکل اتصالات داریم، اتصالاتمون ضعیفه، یکم باتریمون شارژ بشه. ریتارده برو روشن میشه بزنیم؟ بزن داشکم را بعد دوستان با نقص فنی ایجاد شدیم. برو بریم؟ برو بعد من نخب چند آمپر داره باتری؟ یه خیلی اومد بینی الان 13 و 7 خب یکم برسه به فن کار میکنه؟ بذار فن خاموشه فنم روشن شدنه، پرایدم با نقص فنی رو اسمارت هم داغ شده. خب بنزین هم سلو پراید زیاد کردیم که خوب است خیلی خوب است. این موتورش کم نیاره، گاز بیشتر بخوره. بریم بریم. وایسا هم داغ شده. مصطفی هم موتوری که چند روز دورش نه از موتور ببینیم
زحمتامون چی جواب میده؟ با همبار جوشکاری بریم؟ برو حالا اینا بعدم کات میکنه. آره کات میکنم. من نمیگم کات نکن، مردم بدونن داخل چه بدبختی هایی داریم خیلی محتوا بکنیم. بریم؟ برو اسفار سنگینه. آره داغ شده نه؟ کابوسا فعلا چند ثانیه دیگه روشنه. همه تون نباش. شرنگا آب هم نمیخواد بدن داغ نکرده. هنوز داغ نکرده سلندش هم سرده ولی یکی داغ کرده، فنش مرتب روشن خاموش میشه. این عجب گرمایی. داغ کردی هوا هم سرده. صفا بنزین بریز یه بار دیگه روشن بریز تا بیشتر بریز، پرش کن که فلود کنه. بریم برو بسم الله. بله 70 آمپر نداریم و خدا با 70 آمپر صحیح نگیریم. داری؟ ماشین چنده؟ نیسان مثلا ما تو کوچیک‌تره. نیسان 60 KMC هم 60 بابا 60 لیسانی ما 60 با KMC هم 60 تعطیل نیست؟ بذار چند داری کار کنه بس باتریاش سردشن. بریم یه استارت دیگه. نزن بریم بنزین دیگه. خدایا به امید تو. برو مصطفی. برو. من. خفه نکرده؟ نه استارت دیگه داره میسوزه. چه دویش بلند شده مصطفی نگاه کن. خب دوستان استارت داره میسوزه. استارت داره میسوزه. برای استارت نو پیدا کنیم. با استارت ما خداحافظی میکنیم فعلا. گروه رو ترک میکنه با شما هم خداحافظی میکنیم. یکی دیگه من میگم یکی دیگه حله تا سه نشه بازی نشه بریم. سه نشه بازی نشه بزن. وایس برو مصطفی.
بره بره راه کرد در میسیزه استارت داره میسوزه نکنه استارت سوخت استارت داره میسوزه میگه من نمیتونم الان برنامه استارت بسوزنیم که موتور روشن بشه دیگه استارت دیگه آخرین استارت بلا فن پرد خاموش استارت ساعت 2 شبه و همچنان آزاد دارن استارت دارن آها این هر روز آدم ها من هنوز زندم پیکانی که 20 سال خواب بوده خواب روشن بشه برو مصطفی آره استارت گروه را ترک کرد نه سوختی استارت خوب بخواد دوستان استارت سوخته با استارت خدافظی میکنیم خدافظ استارت با شما خدافظی میکنیم تا ویدیو ما دیشب استارت زدیم به موتور استارتش سنگین میخورد حالا بریم استارتش رو باز کنم ببینیم چه مشکلی براش پیش اومده اگه میشه تعمیرش کنیم اگه تعمیر نشد عوض کنیم استارتو الان استارت رو باز کنیم ببینیم چه مشکلی داره استارت من پیچاشو باز کردم از قبل اصل خودم اینه که اتوماتیک استارتش خراب شده یا میشه گفت که زغالاش ضعیف شده باشه یا زغالم خراب باشه. را استارتش باز کنیم این مشکلش چیه؟ یعنی دو تا پیچ داره اینجا دو تا پیچ بزرگه. یکی از پیچاش عوض کردن یعنی از این ور قشنگه بعد با یه چیزی بگیریمش بعد بازش کنیم. پیچش باید اینطوری بزرگ باشه ولی خیلی کوچیکه این پیچه. شاید من تا حالا استارت باز نکردم بار اولمون میخوایم باز کنیم ببینیم مشکلش چیه یا درست میشه یا خراب میشه ولی درست میشه بریم در پشتش در بریم ببینیم چی داخلش این فنرش واشراش هم به همین شکل که گذاشته باز ما باید بذاریم سر جاش من بکشم بیرون خب کثیف و خاطرم این سنگین میزنه خب حالا اتوماتیک استارت هم باید باز بشه پیچ اتوماتیک استارتش هم کامل خرابه این اصلا بازش کننه باز شد دیگه داره کیش بعد بازش بعد با قلم بازش کنیم اینو قلم دو پهلوش چهار پهلو خراب شده بعد اینو حتما با قلم باز کنیم این بالشتکا استارت خیلی خراب شدن از داخل این هم اضافه نمیدونیم ما چیه برام بذاریم آلمیشر هم در بیاریم ببینیم وضعیت آلمیشر چطور این مصطفی چی میکنه پیچ باز میکنه وقتی یه پیچ اینطوری مثلا باز نمیشه یه میخ یا یه قلم خب نوکش رو قشنگ تیز کنین اول به صورت عمود میذارین سر پیچ پیچ رو ببینم قشنگ بذاری باردی به صورت عمود میذارین سر پیچ یه شکل یه ضربه خوب میزنید که مثلا یه زائده سر پیچ ایجاد بشه بعد رو قشنگ میذارین رو اون سوراخه ضربه میزنید تکون خورد آره داره باز میشه باز شد
4 زمین تاب میخوره؟ بگیر. باش. کار استاد درسته. سایفت نو تراشکاران میبره. استاد الان این در اومد تمام. خواهد چکار کنی حالا اینو؟ الان بشونیمش تمیز. زغالاش هم عوض کنیم، یه سنباده هم بکشیم اینجا، یه سر ای اسمشو یادم رفت، یه سنباده بکشیم اینو یکم تمیز کنیم که اتصال خوب برقرار بشه. زغالاش هم عوض کنیم، یه سرویس هم انجام بدیم ببینیم چی ازش در میاد. آمدیم با کابلای قوی. شده داره خواست مفجر بشه راحت در بیاد. برو مصطفی سوی کار چی میکنه؟ ما فنگیمون خیلی زیاده. ما خیلی واردیم. ها یه ذره بنزین بریز داخل حل. داره. ریختیه؟ آره ریختم. بخار شده تا دار. داره شنو بریم. بست. باز میره گیر. اینجا داره چی میده بیرون؟ کجا؟ اینجا گیج روغن یادمونه ببین. گیج روغن بریم. یادتون باشه همیشه اینو در پلاتین خال نزنی. را پلاتین گیج روغن. اصلا داشت؟ روغن داره. خب یکم چسب زفر. هیچ یادش نمون. این روغن تا حالا خوب داده باده یا نه؟ نه هم بعد ببینیمش باشی اینجا، ولی فعلا تا چسب باش خوش بشه. بعد مصطفی جان بریم؟ ببینیم چقدر روغن داخلشه. چقدر روغن داخله؟ نگاه کنیم. یه مقدار خوبه؟ بنزین کارباتو تمام شد.